بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام خدا به وجود نازنین عزیزی که در سلام کردن گوی سبقت رو از همگان میرو بود، حتی از کودکان. سلام به وجود نازنین و مقدس و منوری که بیشترین آزار و اذیت‌ها و رنج‌ها رو از مردمانش دید و کشید و تحمل کرد، اما در عین حال تنها پیامبری بود که قومش رو و امتش رو نفرین نکرد. سلام خدا به وجود نازنین خیر خلق الله حبیب الله رحمتا للعالمین. سلام خدا به وجود نازنین رسول گلها محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله. سلام خدا به وجود نازنین عزیزی که 10 سال قبل از ولادت صاحب این گنبد و این مناره و این بارگاه چشم نواز و دلنواز فرمودند به زودی پاره ای از بدن من در زمین خراسان دفن خواهد شد. هیچ غمگینی نیست که او را زیارت می کند مگر آن که خداوند غم را از دل او می زداید و هیچ گناهکاری نیست که او را زیارت می کند مگر آن که خداوند گناهان او را پاک می کند. سلام خدا به وجود نازنین صاحب این گنبد و بارگاه مقدس، پاره تن رسول خدا حضرت امام الرؤوف سلطان خراسان انیس النفوس شمس الشموس امام رضا سلام الله علیه. سلام به همه شما هم نفسای یاد خدا. سلام مردم، الهی که حالتون خوب باشه، شب شما غروب شما به خیر باشه. چشماتون میگه که یه قدری تعجب کردید، یه قدری هم یه ذره بیشتر. والا از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون. من خودم هم هنوز متعجبم که چطور شد ما الان اینجا هستیم و مشرف محضر این آقای کریم و بنده نواز. اما از اونجایی که حتما همه شما توی طول عمر و زندگیتون تجربهش رو داشتید، خیلی وقتا قرار نبوده مشرف بشید حرم امامی مشهدی بیایید و به پاووس امام رضایی بیایید یا مثلا کربلا برید، نمیدونم یه دفعه کارا راستوریس میشه، گره ها باز میشه. شاید خیلی وقتا اراده ای هم برای این کار نبوده، اما یهو همه چی دست به دست هم میده. از اونجایی که صاحب این ذریح قشنگ و چشم نواز که مردم عاشقانه او رو در آغوش کشیدند و پنجه در پنجره هاش انداختن، اسم شما رو توی دعوتنامه بنویسه، دیگه همه چی خودش مهیا میشه. انگار همه فرشته های خدا دست به دست هم میدن، همه گره ها رو باز بکنن، همه راه ها رو هموار بکنن، همه تنگناها گشایش حاصل کنن که شما پات برسه به حرم مطهر امام الرؤوف. ما هم چنین قراری نداشتیم. به دعای شما، به دعای همه کسانی که چشم و دلشون به این بارگاه مقدسه نصیب و قسمتمون شد، پابوسی حرم امام رضا جان علیه السلام در این روزهای آخر ماه صفر المظفر، روزهای پایانی محرم و صفر، اومدیم به محضر آقامون برای عرض تسلیت به مناسبت رحلت جد بزرگوارشون حضرت رحمتا للعالمین و کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام. البته که نایب الزیاره شما هستیم، از نزدیک دعاگوییم به شرط لیاقت و آرزو میکنیم خیلی زود پای شما باز بشه کنار همین گنبد طلایی رنگ چشم نواز و باصفا که آدم همچین از دور داره میاد. من از شیرازی اومدم از سمت میدون شهدا، از دور میبینه آدم اصلا قشنگ غم و غصه هاش فراموش میشه. آره، به همین رنگ طلایی خوشگل و چشم نواز گنبدش قسم که شما این حس و تجربه کردین. همه غم و اندوه به فرموده رسول خدا از دلمون رفت بیرون و دعاگوی شما هستیم که انشالله شما هم خیلی زود پابوس این حرم مطهر باشید.
صدای تلاوت قرآن کریم قبل از اذان مغرب حرم مطهر امام رضاست، الهی که شما خیلی زود این صدا رو اینجا بشنوید. بریم از حرم امام رضا جانمون با اجازه از محضر مقدسشون یه سلامی بدیم از راه دور به عزیزی که امشب شب رحلتشون هست، بهترین خلقت خدا، اشرف الانبیا، خاتم الانبیا، محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، با امیده که انشاءالله زیارتشون در مدینه منوره نصیب و قسمت هممون بشه به دعا و امضای این آقا. بسم الله. دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، به سوی مجتباست جگرها شعله ور، جگرها شعله ور. دلم زهرایی شد به داغ پیغمبر، سوی مجتباست جگرها شعله ور، جگرها شعله ور. به پایان رسیده سفر بار دیگر، به سوز دل ما شده عالم این گونه محشر. یا حبیبی یا محمد، یا حبیبی یا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببخشید آقای شریعتی نژاد، مردم چون تشریف آورده بودن من مخلصیم. آقا خیلی خوش آمدین. عرضم موضوع اینا خط رو خط شده با اجازهتون من آقا عرض تسلیت. شب رحلت نبی مکرم اسلام بچه‌ها زیارتنامه از راه دور پیامبر رو پخش کردن، شب شهادت امام مجتبی و ایام پایانی سفر و مشهدم که جای سوزن انداختن نیست. من از میدون شهدا اومدم، فکر نمی کردم دستجات عزاداری و گروه های مختلف زنجیرزنی و اینها تا اینجا و خیلی ها از پیاده روی 40 خودشون رو رسوندن اینجا، خیلی ها از اونجا موندن رسوندن خودشون رو اینجا. نمیدونم شما همه اینا رو مد نظرتون باشه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب منم خدمت حضرت عالی و مخلصیم همه بینندگان عزیز شبکه قرآن و برنامه یاد خدا تسلیت عرض میکنم. این شب عزیز رو، رحلت پیامبر گرامی اسلام رو، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو و سبت اکبرشون آقای امام مجتبی علیه السلام رو و امیدوارم که در این شب که شب غم و حزن در تمام آسمان و زمین هست، چه بسا اهل آسمان که به حقیقت این شب بیشتر واقف هستند، بالاخره این شب براشون از اهمیت بیشتری برخورداره. من الان در آستانه اذان مغرب مشهد هستیم و همه مردم مشهد دست به دعا برداشتن و دارن دعا میکنن قبل از نماز. چرا دعاهاشون به حق پیامبر گرامی اسلام در حق همه ما هم مستجاب بشه. همین که فرمودین الان در آستانه اذان مغرب و نماز مغرب مشهد و حرمین، میدونین چقدر مردم افسوس خوردن، چقدر قبطه خوردن به حال من و شما، چقدر آرزو کردن همین الان پای تلویزیون که کاش قسمت ما هم بشه. انشالله که آره خادمین عصر رضا علیه السلام در این روزها خیلی در گیر و دار فراهم کردن مقدمات زیادی بودن برای حضور زائرین حضرت رضا علیه السلام، چه بسا خیلیاشون و از جمله من حقیر فقیر توفیق زیارت از سید الشهدا نصیب نشد. امیدواریم که اونها نایب الزیاره ما بوده باشند و ما هم نایب الزیارین از زنده باشیم. امشب شب با اهمیتی است. بله. من از 40 بخوام شروع بکنم، یک روایتی از امام صادق علیه السلام هست که یکی از اصحابشون وقتی میاد خدمت امام صادق علیه السلام و یاد سید الشهدا میشه و امام صادق علیه السلام به طور مبسوطی
اشاره دارن به این که کسانی که به زیارت امام حسین علیه السلام مشرف میشن چه مقامی در پیشگاه خداوند پیدا میکنن. کسانی که اشکشون جاری میشه برای امام حسین، کسانی که خیلی روایت مفصلی است. یه سوال برای اون صحابی امام صادق علیه السلام پیش میاد که اگر این همه عظمت برای یک زائر امام حسین علیه السلام هست، یک محب امام حسین علیه السلام هست، یک صحابه امام حسین علیه السلام هست، به خاطر این واقعی عجیب و عظیمی که در کربلا اتفاق افتاده که خدای متعال اینا همه رو به برکت اون صبر و اون از شود خدمتون که اخلاص و اون حقیقت عبودیتی که در سید شهدا بوده ارزانی داشته به اصحاب امام حسین و همه امام حسین دوست ها. یه سوال براش پیش میاد که آقا اگر این قدر فضیلت برای زائر امام حسین است، پس خدا به خود امام حسین چی داده به خاطر این عظمت؟ واقعا بالاخره اصل مصیبت مال امام حسین علیه السلام هست، اصل صبر مال حضرت زینب سلام الله علیها هست. اگر برای یک گریه کنه امام حسین اینقدر درجه خدا در نظر گرفته شده، در نظر گرفته، برای خود امام حسین چه مقامی در نظر گرفته؟ امام صادق علیه السلام می‌فرماید خداوند برای امام حسین علیه السلام مرتبه‌ای قرار داده، اجر و پاداش این کار عظیم در کربلا، این صبر در کربلا، اینو قرار داده که امام حسین علیه السلام توفیق همراهی و همپایی و هم مرتبگی با رسول گرامی خدا پیدا میکنه. خیلی عجیبه. خیلی در عالم امکان پیامبر گرامی اسلام در چه جایگاه و مرتبه است که این کار عظیم امام حسین اجر و پاداشش اینه که او هم رتبه و همراه با پیغمبر گرامی اسلام خواهد بود. اینی که من یاد این عبارت پیامبر انداختیم حدیث شما که حسین و منی بل و انا من حسین. آره اینجا همینه کاربردش بله. آره خیلی ها که میخوان توصیف کنن مقام حسین علیه السلام رو میگن اختیاردار عالمه. میگه ما دیدیم وقتی رفتیم اون عالم همه کاره عالم امام حسین علیه السلام. این همه کاره بودن امام حسین علیه السلام از لطف پیوند با پیغمبر گرامی اسلام. اینجاست که آدم میتونه این مفهوم رو به دست بیاره که امیرالمومنین علیه السلام فرمود انا یعنی علی ها امیرالمؤمنین، اون که تهدمت والله ارکان الهدی در شب شهادتش، در شب قدر، اون میگه انا عبد من عبید محمد صلی الله علیه وسلم. کنه وجود حضرت پیامبر گرامی اسلام و حضرت ختم مرتبت مقام او. یه صلواتی آقا امام حسن عسکری جزء تراث باقی مونده و بسیار موثق شیعه هست که در پایان مفاتیح الجنان هم آمده به نام صلوات بر حجج طاهره. من خواهش میکنم از بینندگان عزیز که با این صلوات بر حجج طاهره انس بگیرند. حتی صلواتی که برای امام رضا علیه السلام در این صلوات بر حجج طاهره اومده، صلواتی که بر حضرت صدیقه طاهره اومده، بسیار پرفضیلت، بسیار پر اثره. از یادگار از امام حسن عسکری علیه السلام هست. این صلوات بر حجج طاهره مفاهیم خیلی بلند و بالایی داره که انشالله اگه فرصت شد تو بخش بعدی یه بخشی اگر موافق باشید مبسوط بپردازم. اگر فرصت باشه، اگر نه که خواهش میکنم. ما یه فاصله دوستانمون میگیریم برمیگردیم. فقط یادم افتاد که چقدر ذکر خیر امام حسن عسکری شد تو این چند وقت. همون در واقع 5 علامت مؤمنین که فرمودن، یکی زیارت اربعینه که الان به برکت فرمایش ایشون، بله داریم ادامه میدیم در خدمت. عرضم حضور شما که به برکت فرمایش ایشون چه کولاکی شده این سالهای اخیر و اینها. حالا شما این
زیارت که میخواید بخونید که فرمودید از امام حسن عسکری. خیلی خوب، بسم الله، ما سراپا گوشیم استفاده میکنیم. این صلوات خیلی صلوات پرمضمونیه، چون فرصت نیست من میخوام یک بخش هایش رو بهش بپردازم. ببینید در قرآن کریم اساس بعثت انبیا و رسالت پیامبران گرامی برای این اومد که اختلاف بین امتها رو از بین ببرن. اصلا به تعبیر علامه بزرگوار علامه طباطبایی میفرماید که در تفسیر این آیه میفرماید که اون چه که بر اساس مضامین قرآنی دلیل بعثت انبیا هست اینه که حضور پیغمبر خدا، حضور انبیا اختلاف رو از بین جامعه بشری دور میکنه. اگر انسانها میخوان به یک انسجامی برسن، اینا یه مقدمه دیگه عرض بکنم، امکان نداره که انسانها با اختلاف بتونن به کمال برسن. درست. اصلا این که تمام ادیان الهی ادیان یگانه پرستند، هیچ اختلافی بین مفاهیم و دستورات انبیاء الهی وجود نداره. همه اینها برای اینکه خداوند متعال ارادش که بر کمال انسانها وجود داره، این کمال زمانی به منصه ظهور میرسه که انسانها بتوانند یک امت واحد، یک مجموعه واحد باشند و این مجموعه حتما در سایه‌سار معارف الهی شکل میگیره. انسان هر وقت عقلی و منطقی وقتی انسان اجتماعی خلق شده، پس قاعدتاً رشد و کمالش هم اجتماعی اتفاق خواهد افتاد. اما این اجتماع و این اتحاد فقط و فقط در پرتو معارف الهی شکل میگیره. همینطوره. اگر انسان‌ها دلبستگی خودشون رو نسبت به خدا از دست بدن، آغاز تفرقه هاست، هیچ فرقی نمیکنه. حتی اگر در بین امت یک پیغمبر اختلاف زمانی شکل میگیره که از مسیر خدا فاصله پیدا میکنن، منیت ها میاد وسط، حسادت ها میاد وسط، گناه ها میاد وسط، فاصله گرفتن از معارف اهل بیت علیهم السلام از معارف پیغمبران الهی میاد وسط و اختلاف اتفاق میفته و شکل میگیره. اساساً پیامبران الهی اومدن برای اینکه جهانیان رو در بستر زمانهای مختلف و در مکانهای مختلف به یک وحدتی در پرتو معارف الهی برسونن. این در این بستر شکل میگیره کمال بشری. کمال بشری به رشد و نمو. لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر ایمان بیارن به خدا و پرهیزکار باشن، لفتحنا علیهم ابواب السماء، درهای آسمان بهشون گشوده میشه. این رو شما در نظر بگیرید. پیامبر گرامی اسلام مهمترین قانونی است و در خمیرمایه معارف پیامبر گرامی اسلام شکل دادن به یک جامعه متحد و واحده. این صلوات که از امام حسن عسکری علیه السلام به یادگار مونده، اصل سخنش و اصل در درودهایی که بر پیغمبر و صفاتی که برای پیغمبر نقل میکنه بر همین محوره که او آمده است که جبابره رو کنار بزنه، او آمده است که بت‌ها رو بشکنه، بت‌های نفس‌ها رو، بت‌های ظاهری رو، بت‌های باطنی رو. اون اومده فرائنه رو کنار بزنه، اون اومده که انسان‌ها رو در محور معارف الهی و توحید به یگانگی برسونه. اون اومده عوامل اختلاف بین انسان‌ها رو کنار بزنه و قلب‌ها رو به هم نزدیک بکنه. حالا من یه مثال میخوام براتون بزنم. میخواید مثال رو بذاریم بعد از فاصله که میگیریم برگردیم که مثال رو بزنیم و وارد متن زیارتنامه بشیم. اشکال نداره؟ ببخشید. بفرمایید دوستان خوب من. این صدای اذان حرم امام رضا علیه السلام. خدا کنه خیلی زود شما توی یکی از این صحنه‌ها این صدا رو بشنوید. بسم الله. این همه زائر اینجا تو صحن انقلاب حرم امام رضا تو اطراف حدود 7 میلیون برآورد کردن زائر تو مشهد. و آقا میگیم قریب القربا، قربون قربت امام مجتبی بشم من که
این شبا شب شهادتشون توی بقیع، من نمیدونم یه دونه ظاهر ایشان دارن یا نه. الهی که با ظهور امام زمانمون خیلی زود ما برای امام حسنمون، برای ائمه بقیع گنبد و بارگاهی بسازیم خیلی جذابتر و قشنگتر از حرم امام رضا ان شاء الله. آقا در خدمتیم. ما 4-5 دقیقه بیشتر وقت نداریم متاسفانه. من پس اگر چون بریم تو متن نیست، آره من یه بخش‌هایی از این صلواتی که بسم الله مربوط به پیغمبر گرامی اسلام هست رو براتون میخونم و بخش اولش رو دیگه خود بینندگان عزیز مراجعه کنند. دست شما در داره که اللهم صل علی محمد کما حمل وحیک و بلغ رسالتک، تا به اینجا میرسه که و صل علی محمد کما دفعت به الشقاء. خدای درود بفرست بر پیغمبر اونطوری که تو به وسیله پیغمبر شقاوت ها رو دور میکنی. و کشفت به الغما، حزن ها رو، غم ها رو، اندوه ها رو، گره های بسته رو باز میکنی. و عجبت به دعا، تو قرآن هم داره که اگر میخواید دعا بکنید برید در خونه پیغمبر بگید پیغمبر برای شما دعا بکنن. خدایا درود بفرست در پیغمبر، همون پیامبری که به خاطر او دعاها رو مستجاب میکنی. شاید امشب که این شب منسوب به پیغمبر گرامی اسلام هست، به همین استناد شب استجابت دعا هم باشه. و نجیت بهی من البلا، پیامبری که تو به خاطر او بلاها رو دور میکنی، نجات میدی بندگان رو از بلاها. ای جانم ای جان. و صل علی محمد کما رحمت به العباد، تو به خاطر او به بندگانت رحم میکنی. و احییت به البلاد، تا اینجا که و قسمت به الجوابره. خدایا درود بفرست بر پیامبری که تو به واسطه او جبابره رو در هم میکوبی، در هم میشکنی. و اهلکت به الفرائنه، اون کسانی که خوی فرعونی دارند او به واسطه پیامبر گرامی اسلام هلاک میکنی. من میخوام در توضیح اینو بگم، مگه شخص پیامبر گرامی اسلام چنین خاصیتی داره؟ نه، معارف نبویه که چنین خاصیتی داره. آره. و اگر امت اسلام امروز میتواند فرعون زمان خودش رو در هم بکوبه، پیرو پیامبر هست. و اگر نتونست باید تجدید نظر بکنه که آیا امت پیغمبر هست یا نیست. اگر یک گوشه‌ای در عالم اسلام قد علم کردن در برابر فرعون زمان خودشون ایستادن، چه بسا اینها کسایی هستن که بهره دارن از مکتب پیغمبر. به نظرم کلید واژه‌ش هم خود قرآن که اتفاق نظر داریم همه مسلمان‌ها بهش داده دیگه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، این همدلی همبستگی که خود پیامبر اهل بیت بیشترین تلاشو براش کردن یه طرف، اما ایستادگی در برابر اون کسی که دشمن اسلام. خواهی می‌کنم که فرصت نشد که من به همه سلامات. یه ذره دیر رسیدین، یه ذره زودتر اگه رسیده بودیم ما بیشتر استفاده می‌کردیم. خدا خیرتون بده، اجرتون به حضرت رضا. زنده باشید، محبت دارین. خیلی ممنونم که برنامه ما رو تا پایان تماشا کردید. ما ان شاءالله تا آخر سفر همین هولوش ساعت خدمت شما خواهیم بود. نایب الوزیرتون هم هستیم. التماس دعا یا حق. خداحافظ. آقا ممنونم.